اصولا اگه کسی با من راجع به انرژی منفی ذهن انسان و تاثیرش روی محیط و دیگران حرف میزد، من قاعدتا شروع به کهیر زدن میکردم و سریعا از شخص مورد نظر دور میشدم. اما بحث کردن در این مورد در قالب یه انیمه فانتزی که موضوعش جادو و نفرینه به طور عجیبی منو سر ذوق میاره. داستان انیمه جوجوتسو کایسن تو دنیایی میگذره که مردمش با انرژی منفی که به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به اطراف پخش میکنن باعث به وجود اومدن ارواح شیطانی میشن و این ارواح هیچ خواسته ای به جز آسیب رسوندن به دیگران ندارن. امواجی که دیروز آقای ایکس به خاطر عصبانی شدن سر ترافیک به فضا پخش کرد، امروز تو گوشه ای از سقف یه خونه جمع میشه و رسوب میکنه و بعد از مدتی تبدیل به یه موجود مسلح میشه و ممکنه به شما حمله کنه. نفرینی که از جا موندن تکلیف مدرسه به وجود میاد مطمئناً اونقدر ضعیفه که حتی وزنش روی شونتون هم حس نمیشه. ولی برخی مواقع نفرینایی پا به این دنیا میذارن که تا زمانی که هم خودتون و هم خاندانتون رو با هم از دنیا محو نکنن به آرامش نمیرسن. پس آره، امیدوارم مردم سعی نکنن از این انیمه پند اخلاقی استخراج کنن. در طرف دیگه از داستان ما کسایی رو میبینیم که توانایی کنترل کردن انرژی منفی بدنشون رو دارن و به این انرژی اجازه نشت نمیدن. اونا از این انرژی برای تطهیر کردن نفرینا استفاده میکنن. اونا اسم خودشون رو سورسرر یا شمن یا جادوگر یا هرچی که از صدا میکنن. به هر حال سینمای جوجوتسو آرک 0 اکران شد و تا کیفیت خوبش برای ما در دسترس بشه میخوام نکته ها و چیزای مهمی که بهتره راجع به این سینمایی و کل سری بدونیم رو به اشتراک میذارم. این ویدیو اسپویلی نداره و صرفاً بهتره که فصل اول رو کامل دیده باشید. قبل از اینکه بحث اصلی رو شروع کنم سریع بگم که اینجا کانال فیکشن تیستر رو اگه به موضوعات فانتزی و تخیلی علاقه دارین مثل انیمیشن، رمان، کمیک یا اینجور چیزا، من هفتگی ویدیوهایی در این مورد میذارم. درسته که تا الان هرچی ویدیو گذاشتم اکثرا در مورد انیمه بوده، ولی برای ویدیوی بعدی میخوام در مورد ریک اند مورتی و آرکین صحبت کنم. پس آره، حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدیمون از دست ندید. پاور سیستم جوجوتسو توی یه نگاه سطحی شبیه آش دوغ میمونه. I mean, why not؟ وقتی که نبردی اتفاق میفته ما یه نگهدارنده حیوانات وحشی رو میبینیم، یکی که چکشکاری میکنه، یکی که عروسک میسازه، چند نفر عکاسی میکنن، یه ستاره شناس و یه وکیل روانی و کمشون هم در واقع جادوگرن. ولی خب اینطوری نیست. خوشبختانه مانگاکای عزیز به اندازه کافی به هوش مخاطب اعتماد کرده که دیگه مثل شوننای قدیمی چندین اپیزود محو توضیح پاور سیستم و نقاط قوت و نقاط ضعف نشین. البته اگه توضیحات تکنیکا و توانایی‌های کاراکترها رو بخواید تو یوتیوب انگلیسی اونقدر مطلب هست که من دیگه نتونم چیزی بیشتر از اون بهش اضافه کنم. و از اونجایی که من نمیخوام صرفاً یه مترجم ویدیوی خارجی باشم، برمیگردم به موضوع خودم و از یوتا براتون میگم. مین کرکتر سینمایی جدیدی که از مجموعه جوجوتسو اکران شد و تا 3-4 ماه دیگه ما قراره جزئیات بیشتر این دنیای فانتزی آقای آکوتامی رو ببینیم. داستان این سینمایی حدود 1 سال قبل از اتفاقات سریال جریان داره و با این حساب ما شاهد 3 شخصیت اصلی توی فصل اول نیستیم. داستان در مورد پسر 16 ساله‌ای به اسم یوتاست که توسط یه نفرین قدرتمند تسخیر شده. این نفرین به هر کسی که سعی میکنه با یوتا ارتباط برقرار کنه آسیب جدی میزنه. از اونجایی که این نفرین یه نفرین رتبه ویژه طبقه بندی شده، یوتا به هنرستان جوجوتسو فرستاده میشه تا بتونه یه راهی برای رها شدن از دست این نفرین پیدا کنه. این سینمایی که آرک 0 نام داره تونسته مثل سینمایی دیمن سلیر که سال پیش رکورددار به نام خودش ثبت کرد فروش به شدت خوبی رو تجربه کنه. خب پس در این صورت حتما به ذهنتون میرسه که قراره این فیلمم به اندازه سینمای دیمن سلیر محشر و پر از سکانس‌های حماسی و داستانی تعیین کننده باشه که البته قرار نیست اینطوری بشه. It'll be very convenient for us that you can't be seen by humans. باید به این نکته دقت کنیم که وقایع سینمای دیمن سلیر از اواسط مانگا از قسمت‌های شدیداً مهم داستان اقتباس شده، در حالی که آرک 0 یه جلد فرعی از مانگای جوجوتسو هستش. وقایعش از اتفاقات داخل انیمه نشأت نگرفته.
این جلد از مانگا صرفا نوشته شده تا یه سری ایرادات و حفره ها رو پر کنه و ما رو با چند تا از شخصیت های کلیدی که در ادامه انیمه میبینیم آشنا کنه. خب پس در این صورت آیا اصلا ارزش این رو داره که وقتمون رو بابت تماشای این سینمایی بذاریم؟ یکی از دلایل اهمیت این سینمایی آشنا شدن بیشتر ما با ویلن اصلی سری جوجوتسو یعنی گتو هستش. خیلی‌ها فکر میکنن که ویلن اصلی داستان سوکونا هستش، ولی سوکونا تا اینجای داستان نقشی به عنوان ویلن انجام نداده، البته تا حدی. سوکونا بیشتر یه هایپ واسه آینده داستان و فعلا مین آنتاگونیست ما گتو هستش. گتو ویلنی بود که توی فصل اول نقش کسی رو داشت که بیشتر داره از پشت پرده همه جریان ها رو کنترل میکنه و از خفا کارهای نفرین های سطح ویژه رو نظارت میکنه. به نظر میاد که بالاخره داره حرکت خودش رو انجام میده. این رو میدونیم که بعضی از جادوگرها بعد از فارغ التحصیل شدن از هنرستان جوجوتسو از توانایی هاشون در جهت منفعت شخصی یا کارهای شرورانه استفاده میکنن. این افراد کاربر نفرینی نامیده میشن، ولی هنوز نمیتونیم درک کنیم که یه انسان چرا و چطور با نفرین ها همکاری میکنه، چون که قاعدتاً این دو گونه به فکر منقرض کردن نسل هم دیگن. سینمای جوجوتسو به همه این سوالاتمون پاسخ نمیده، ولی کمک بزرگی برای درک کردن کلیات نبردی که در جریان به ما میکنه. دلیل بعدی اهمیت این سینمایی خود کاراکتر یوتا هستش. حالا این کاراکتر مگه چقدر مهمه که تونسته فیلم اختصاصی خودش رو بگیره؟ یوتا توی فصل اول حضوری در حد اشارات کاراکترات داشته و از این مقدار اشارات هم میتونیم این رو بفهمیم که اون واقعا بین همه محبوبه. مگومی و تودو و پاندا عملاً گفتن که به شدت بهش احترام میذارن. گوجو سنسم کاملاً به وجود یوتا افتخار میکنه و موقعی که خواست به نماینده بالادستی هشدار بده اسم یوتا آکوتسو رو آورد. این فرد منحصر به فرد توی فصل دوم هم قرار نیست حضور تاثیرگذاری داشته باشه و البته شاید ما بتونیم توی 2 اپیزود آخر فصل 2 یکم رخش رو ببینیم. همونطور که گفتم نفرینی که همیشه پیش یوتا هستش به عنوان یه نفرین سطح ویژه طبقه بندی شده و توی فندوم به اسم ملکه نفرین ها شناخته میشه. البته این سری مثل سوکونا نیست که سعی کنه زندگی رو واسه ایتادوری تبدیل به خورشت بامیه کنه. داینامیک این دوتا در واقع از دوست و رفیق گذشته، اونا در واقع با هم رابطه عاشقانه دارن. رفرنس به ونوم میبی. توی فصل سوم بالاخره قرار حضور کامل و تاثیرگذار یوتا آکوتسو رو ببینیم و واو، این پسر دیگه اون پسر خجالتی و محافظه‌کار یه سال پیش نیست، برای خودش چدی شده. خب فکر کنم اگه بخوام ویدیو رو بدون اسپویل پیش ببرم تا همینجا بتونم پیش برم. فقط دلم میخواست راجع به تئوریایی که از داستان این انیمه و مانگا تو ذهنم داشتم براتون بگم که فهمیدم خیلی از شما مانگا رو دنبال نمی‌کنید. نمیدونم چرا، احتمالاً تجربه دیمن اسلیر بهتون ثابت کرده که نباید مانگا رو خوند. به هر حال پس من ویدیو رو اینجا به پایان میرسونم، ولی بدونید که پارت دوم این ویدیو رو تقریباً حاضر کردم و هر وقت کیفیت خوب سینمایی منتشر شد و همتون دیدید آپلودش میکنم. پارت دوم ویدیو قرار راجع به تئوری‌های من در مورد گذشته کاراکترها، علل خصوص نفرینا و همچنین نحوه به اتمام رسیدن تمام این بلبشوها باشه. نمیخوام خیلی از محتواش رو لو بدم، فقط بدونین که قرار پشمیزون باشه. شما هم نظرتون راجع به ادامه داستان برام کامنت کنین. شما چه تئوری در مورد این انیمه دارین؟ به نظرتون داستان چجوری قرار پیش بره و چجوری همه این اتفاقات قرار به اتمام برسه؟ اینجا کانال فیکشن تستره، پس حتما این ویدیو رو لایک کنید و ویدیوهای بعدی ما رو هم حتما چک بکنید. مطمئنم موضوعات زیادی هستن که ما در موردش ویدیو میذاریم و شما ممکنه خوشتون بیاد.